آزمایشی علیه حماقت. صدای همپرسه. انسان‌ها وقتی با قطعیت کامل به باورها، تصمیمات و پیش‌فرض‌های خودشون چنگ میزنند، به دام حماقت میافتند. حماقت بشر بی مرز و انتهاست و همین باعث میشه بحث دربارش هم نتونه محدود به چند جمله کوتاه باشه. اما چرا باید به چنین موضوعی فکر کنیم؟ نه برای اینکه حماقت دیگران را قضاوت کنیم، بلکه برای افزایش یا بازپس گرفتن پویایی و انعطاف ذهنی شخص خودمون و کاهش فاصله ایده هامون با واقعیت. ما شاید گمان کنیم که جزو گوسفندان احمق جامعه نیستیم، اما حتی اگر این درست باشه، احتمالش کم نیست که آهسته و خاموش چنین بشیم. حالا سوال اینجاست که چطور باید از این سرنوشت نچندان مطلوب دور شد؟ رابرت گرین، نویسنده کتاب‌های غیر رمان که با آثارش در حوزه روابط قدرت و استراتژی شناخته میشه، در مقاله‌ای با عنوان آزمایشی علیه حماقت به این موضوع رسیدگی میکنه. در ادامه این مقاله رو با هم میشنویم. ابتدا قصد داشتم کتاب سومم رو درباره تاریخ حماقت بشر بنویسم. این کتاب به نوعی شاخه‌ای از بخش تخطی‌ها در کتاب 48 قانون قدرت بود، چون هر یک از این قوانین نمونه‌ای از حماقت هستند. طرح کلی کتاب رو به شکل جالبی آماده کرده بودم، اما ناشران معتقد بودند موضوع بیش از حد منفیه. پس به جاش ایده کلی‌تری رو در کتابی درباره جنگ و استراتژی پیش بردم. شاید این تصمیم بهتر بود، اما مطمئنم روزی به ایده حماقت برمیگردم و اون کتاب رو می‌نویسم. کل این کتاب روی ایده یونانی تمرکز خواهد کرد که معتقد بیشترین آسیب‌های زندگی نه از شرارت آشکار، بلکه از بیکفایتی و حماقت ناشی میشه. از دید یونانی‌های باستان، حماقت نوعی عدم تعادله. حیوانات در شرایط خطر به غرایز خودشون متکی هستند، در حالی که ما انسان‌ها از خردمون بهره میگیریم. وقتی که قدرت تعقل رو از دست میدیم، مثل این میمونه که سر دوراهی قرار گرفتیم. نمیتونیم به غرایز خودمون تکیه کنیم و نه به هوشمون. در نتیجه سقوط میکنیم و موجی از مشکلات رو ایجاد میکنیم. یکی از سرسخت ترین اشکال حماقت داشتن ایده منجمده. همه ما گرفتارش میشیم. منظورم اینه، ما ایده‌ای درباره زندگی پیدا میکنیم. ایده‌ای که ممکنه از رسانه‌ها یا تجربیات شخصی نشأت گرفته باشه. این ایده‌ها به تدریج به نظری درباره موضوعی تبدیل میشن. با گذر زمان این نظر از واقعیت فاصله میگیره. گاهی ما به این نظرات میچسبیم چون پذیرفتن اشتباه بودنشون باعث اضطراب و آشفتگی عاطفی ما میشه. از روی غرور یا تنبلی هرگز نمیخوایم اعتراف کنیم که اشتباه کردیم. اگر به صحبت‌های افراد 60 یا 70 ساله گوش بدید، تقریباً هر ایده‌ای که بیان میکنن نوعی کلیشه سخت و منجمد شکل گرفته در دوره جوونیشونه. چندی پیش در سفری کوتاه به منطقه خلیج سانفرانسیسکو احساس کردم که به نوعی درمان ذهنی نیاز دارم. تصمیم گرفتم آزمایشی روی خودم انجام بدم. تلاش کردم خلاف عادت همیشگی به همه چیز متفاوت فکر کنم و انجامشون بدم. برای انجام این کار مثلا حلقه‌ای رو که همیشه در دست چپم بود به دست راستم منتقل کردم. میراث پدرم بود که پس از مرگش به من رسید. این تغییر برام خیلی ملموس بود و پیوسته من را از متفاوت بودن چیزی در اطرافم آگاه می کرد. به من یادآوری می کرد که در مسیر مخالف باقی بمونم. به عنوان تجربه‌ای حاشیه‌ای باعث شد که واکنش‌های طبیعی خودم به برخی مسائل را ارزیابی کنم. اونها رو برجسته کنم. باعث شد آگاه بشم که در پاسخ به افراد دیگه چقدر ممکنه رفتار مکانیکی داشته باشم. طی این سفر که با خانواده انجام شد،
هر بار که از حرفای شخصی آزرده خاطر می شدم، ابتدا خودم رو مجبور می کردم که احساس کاملا متضادی داشته باشم. مثلا ابراز شادی در پاسخ به حرفای بدیهیشون. یا شاید چندان هم بدیهی نبودن. شاید در جملات کلیشه‌ای که اونها می گفتند ذره‌ای از حکمت هم بود. در هر صورت بازی کردن به این شیوه و دیدن اینکه چطور این رفتار خودش به مرور شتاب میگیره تجربه‌ای جالب و هیجان انگیز بود. عمل کردن و واکنش نشون دادن به شکلی متفاوت، حتی اگر زورکی بود، باعث میشد احساس متفاوتی داشته باشم و این برام نقشی درمانگر داشت. این تجربه به تدریج عمق بیشتری پیدا کرد. مجبور شدم آواز بخونم یا برقصم، در حالی که معمولاً ترجیح میدادم در تخت هتل بمونم. به جای خوندن کتاب عمیقی که در دستم بود، خودم رو مجبور کردم مجله هتل رو بخونم. این مجله هتل پر از مقالات پیش پا افتاده، چالشی واقعی برام ایجاد کرد. آیا میتونستم به نوعی اون رو جالب ببینم؟ بله، میتونستم. وقتی میخواستم بگم بله، به عمد میگفتم نه و برعکس. این کار باعث شد در انتخاب غذا هم تغییرات اساسی پیدا کنم. باید چیزایی رو میخوردم که همیشه به خودم میگفتم برام مضرن یا از اونا بدم میاد. باید موبایلم رو خاموش میکردم و ایمیلم رو چک نمیکردم. همه چیز باید وارونه میشد و من فقط اجازه دادم این روند پیش بره. اطرافیانم متوجه رفتار عجیبم شده بودن، اما چون به این قبیل کارای من عادت داشتن، چیزی نمیگفتن. خیلی از افکار جالب طی این آزمایش به ذهنم رسید. ایده‌ای برای فلسفه‌ای جدید در زندگی، کتابی جدید برای نوشتن و راهی تازه برای سازگاری با دنیا. میتونستم بی پایان درباره نتایج این آزمایش بنویسم. اما تنها یک نکته برجسته رو با شما در میون میگذارم. همونطور که همه میدونیم منطقه خلیج سانفرانسیسکو مرکز نزاکت سیاسی جهانه. این نزاکت سیاسی به این شکل عمل میکنه. هر انتخاب در زندگی بررسی و بازبینی میشه که چقدر با مجموعی از معیارهای اخلاقی و یا ارزشی که ذهن رو اشغال کرده همخونی داره. این معیارها محیط زیست رو هم در بر میگیره. مثلا رانندگی با یک خودروی هیبریدی، بازیافت زباله، نخوندن زیاد روزنامه‌هایی که به قطع درختان منتهی میشه، اولویت خیلی زیاد برای حمل و نقل عمومی، صحبت مداوم درباره گرمایش جهانی و مواردی از این دست. معیارهای مرتبط با غذا هم هستن. همه چیز باید ارگانیک باشه. قهوه باید به روش اخلاقی برداشت شده باشه. هدر دادن آب ممنوعه. خرید از فروشگاه‌های مناسب باید انجام بشه. همینطور درباره خرید نباید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید کنید. باید از فروشگاه‌های محلی حمایت کنید. لباساتون رو از اینجا بخرید، نه از اونجا. سبک لباس پوشیدن هم باید حالت ساده‌ای داشته باشه که نشون بده پیوندی با مادیات ندارید. برخی شهرها و مکانها به طور ذاتی درست هستن. منطقه خلیج، اورگان، سانتافه، هر چیزی در مکزیک یا کشورهای جهان سومی، مینیاپولیس، ایالتهای آبی یا حتی اینکه اهل کانادا باشید. در مقابل برخی جاها به طور ذاتی شرور محسوب میشن، مثل جنوب کالیفرنیا، هر منطقه‌ای در تگزاس، البته به جز آستین، بخش زیادی از جنوب آمریکا و قطعاً فلوریدا. نویسنده‌های خاصی هم به طور ذاتی خفن و پر از حکمت محسوب میشن، مثل گور ویدال و نوام چامسکی. باد فتخشون هم بوی حکمت میده. شما باید ایستگاه‌های رادیویی خاصی رو بشناسید. شاید بهتر باشه تلویزیون نداشته باشید. بچه‌هاتون باید از غذا، لباس و موسیقی درستی استفاده کنن. ذهن انسان به غاری مملو و از چنین معیارهایی تبدیل میشه. حالا این موضوع چه ربطی به آزمایش من در مقابله با حماقت داره؟ خب من 10 مورد از این معیارها رو در ذهن و نظام ارزشی خودم کشف کردم و این مسئله منو نگران کرد. همه اینها به مانعی در مقابل تجربه زندگی تبدیل میشن. به جای اینکه خودتون یا دیگران رو درباره اعمالشون زیر سوال ببرید، نظام فکری حاضر و آماده ای از انتخاب‌ها دارید که طبق اون عمل کنید. زندگی شما رو به چالش نمیکشه. نیازی به تفکر عمیق ندارید. به جای اینکه جهان رو همونطور که هست، با تمام رویدادهایی که منحصر به فرد و آموزنده هستن ببینید، میتونید در این حباب باقی بمونید.
و این درست بودن افراطی، چیزی که من اون رو پاک دامنی جدید مینامم، چیزی جز نوعی حماقت نیست. وقتی اطراف پاک دامنان جدید هستم و این روزا همه جا هستن، روحیه‌ای مخالف در من برانگیخته میشه و مجبورم برعکس ارزش‌ها و کلیشه‌های اونها عمل کنم. اما شاید بهتر باشه برعکس این کار رو امتحان کنم و برای یک روز به پاک دامنی افراطی تبدیل بشم. وقتی کودک بودیم امکان تجربه جهان به شکلی بیواسطه وجود داشت. ذهن ما پر از قضاوت‌ها و عقاید از پیش هضم شده نبود. میتونستیم با شگفتی و هیجان به کوچکترین چیزها نگاه کنیم. همونطور که در کتاب جنگ گفتم، چیزی که واقعاً دوست داریم از جوونی خودمون پس بگیریم، نه ظاهر خوب یا زندگی بی دغدغه، بلکه ذهن باز و انعطاف پذیریه که زمانی داشتیم. مبارزه با وزن سنگین حماقت که با گذر سالها ما رو خرد میکنه ساده نیست، اما از این تلاش تنها چیزهای خوب حاصل میشه.